بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان گرامی، امروز میخواهم به نامه یا سوالی که از بینندگان یا تماشابینان یا آبونچیان گویم نامه آن را بخوانم و کوشش میکنم تا به آن جواب گفته باشم. خب، یکی از خواهران می نویسد: السلام علیکم استاد عزیز، یک سوال داشتم. میخواستم دانم. سوالم چنین: من عائله ویران شدم 2 بار. گاه آنچنان زیغ میشوم اشکهایم را داشته نمیتوانم. حتی در سر جای نماز، در وقت نماز خواندن چرا این طور شد زندگیم؟ چرا آخر نماز میخوانم، روزه میدارم، از سخن شوهرم نبرآمدم، برای شوهرم یگان کار را دریغ نداشتم؟ چرا این طور شد؟ چرا این طور شد زندگیم؟ گفته بسیار اشک میریزم استاد. میگفته در همین کاری که میکنم گناهکار میشوم. جواب کوتاه من بر این خواهر و خودشان نوشته بودم. میخوام تا اینکه هر خواهر یا عموما هر نفری که با چنین مشکلات دچار شده است با هم صحبت کرده باشیم اطراف این موضوع. دیروز در شبکه اینترنتی هم خواندم که در کدام ناحیه کشورمون در یک ماه، در حدود 1 ماه 2000 عائله ویران شده است. 2000 طلاق در 1 ماه. تصور کنید در 1 ماه چند توی چند نکاح شده است و چقدر عائله ویران شده است. با این خواهر عزیز و علیکم السلام میگوییم. بازم اینچنین در حقشان دعا میکنیم که خداوند صبر جمیل عطا فرماید و با اذن الله یک چند گفتنی ها اطراف همین موضوع. باور کنید بسیار سوال ها می شود در همین موضوع. چند سوال ها هست که جواب دادن حتی وقت نمی رسد که جواب دهیم. عائله ویران شده است، طلاق داده است، یا استاد به شوهرم نصیحت کنید، یک نوار کنید که درباره حق شوهر یا حق همسر، زن، حق و حقوقی، تا اینکه هم شوهر و هم زن، همسر حق و حقوق خود را داشته باشند. خب، در اول گفتنی هم که چنانه که یکی از دانشمندان بزرگ علامه پروفسور دکتر عبدالکریم بکار یک کتاب بسیار عجایب نوشته است که نامش العیش فی الزمان الصعب. العیش فی الزمان الصعب یعنی زندگی کردن در زمان دشواری، در زمان بسیار سخت، در زمان مشکلی. واقعا در همون کتاب بیان میکند که این زمان ما بسیار زمان وزنین و سنگین است. باور کنید این را ما باید درک کنیم که ما و شما در همین زمان زندگی داریم، در یک زمانی بسیار مشکل، در زمان دشواری. باور کنید در زمانی که برای ویران کردن عائله ها مخصوص نقشه ها کشیده شده است، برای پاش خوردن، برای از بین بردن همین عائله و ارزش و مقدسات عائله از بین بردن، مخصوص دشمنان ملت، دشمنان امت نقشه ها کشیده ایستادند. چقدر حتی بلاگرای خدا ما میبینید که یک نوارها، یک صحنه‌چه های آماده میکنن که همش به جداشوی و ویرانشوی پاش خوردن عائله ها برده میرساند. خدا پناه دهد که. خب، ما در زمان بسیار دشوار زندگی داریم. این را باید درک کنیم. هم شوهر و هم زن باید درک کنیم. باز اینچنین گفتنی هم که سخنهای من هم برای مرد است و هم برای زن. عائله، وقتی با عائله سخن میکنین، یک طرف سخن کردن این چی است؟ ناعدالتی است. هم به هر یک اون سخنی که میگوییم هم برای مرد است و هم برای زن. برای همین خوب گوش کنید. اگر که عائله موفق، عائله خوشبخت داشته باشید، میتونید با دیگر دوستان یا هر نفری که در همین موضوع کوتاهی دارد روان کنید. خب، من باوری دارم که البته نوارهای ما از همین 2000 3000 زیاد نمیشد، برای اینکه نوارهای ما متاسفانه نمیدونم یا مردم چخیل شدند. امید داریم که انشالله یک فایده برای خود میگیرید یا برای نفری که دوستتون که در همین مشکلی دچار شده است برای آن روان میکنید
یک کلمه باشدم، یک جمله باشدم، برای قلب او، برای زندگی او انشاءالله منفعت خواهد بخشید. خوب، دوم چیزی که گفتنی هستم این انتخاب ناموفق، یعنی خطا کردن در انتخاب زن شریک حیات یا خطا کردن در شوهر، انتخاب همسر. بسیاری از عائله ها حتی پدر و مادر ها در همین چیز یا سراسیمه میشوند یا در شرط و شروطی که برای انتخاب شوهر دخترشان میکنند خطا میکنند، ناموفق میشوند. ببینید دین اسلام پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما یک شرط یا یک قاعده بهترین را گذاشتن، یا به گفته گپ ها کریتری انتخاب زن و شوهر، هم برای مرد و هم برای زن. پیامبر صلی الله علیه و سلم دو حدیث مبارک دارند در انتخاب همسر. یکمش پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند تنکح المرأة لاربع، زن را برای 4 چیز یا با 4 معیار انتخاب میکنند: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یدک. خوب، برای مال و ملکش نفرهای هستند که زنی بایی را انتخاب میکنند، هستند همه خیلی نفرها. لجمالها برای زیباییش، اکثریت جوانها البته شاید انتخاب معیار اساسی امروز شاید جمال باشد، جمال البته ظاهری. خوب، لحسبها برای حسبش، یعنی مرتبه، یک عائله بهترین، عائله صاحب منصب باشد یا فلان بسمدان و هاکذا. خوب، چهارمش پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن لدینها، برای دینش شده. و ببینید در آخر چی میگن؟ فاظفر بذات الدین، یعنی تو مظفر شو. نگفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم انتخاب کن، انتخاب کردن همه انتخاب میکنن. ببینید حتی گفتن تو غالب شو، یعنی از بین همون زنها همین صاحب دین و صاحب اخلاقش چیکار کن، تو مظفر شو با آن. فاظفر بذات الدین تربت یدک. خوب، این برای انتخاب زن. برای مرد هم همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک خود میفرمایند اذا اتاکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه. اگر به نزد شما، به دخترتان البته به خواستگاری، یک نفری آید که صاحب دین باشد و صاحب اخلاق نکو باشد، فزوجوه، دخترتان را به ازدواج به او بدهید. گفتند پیامبر صلی الله علیه و سلم در حال به او راضی شوید. گاه واقعا بعضی جوانهایی که طالب علم هستند یا صاحب دین و صاحب اخلاق هستند میروند به چند مشکلی ها دچار میشوند. چی کار میکرده باشد، در کدام وظیفه باشد، کجا کار میکرده باشد، مدل ماشینش چه خیل باشد، یعنی معیارهایی که امروز هست پگاه نیست معیاری که. خوب، البته دین، صاحب دین گفته ما تنها ظاهرا خیال نکنیم، معنای صاحب دین بسیار عمیق و چقور است. تنها هم تو ظاهرا نماز خواندن نیست، انسانی که حقیقتا انسانی که خاکسار است، انسانی که متکبر نیست، انسانی که قلبش پاک است، انسانی که همیشه با یاد الله مشغول است. خوب، باز یک گفتنی دیگر این است که تا اینکه عائله ما عائله مستحکم باشد، خوشبخت‌ترین عائله باشیم و از جداگی، از طلاق، حتی رادیوی آزادی رو دیده بودم که وقتی همین عنوان جداشوی، طلاق زیاد شوی رو میگفت، سبب‌هاش نسبت میداد به چی؟ به کم بضاعتی و به امروز شرایط زندگی دشوار بودن در تاجیکستان و همین چیزهای گویا سبب میکنن. این چیزها یعنی سبب اساسی حساب شده نمیتونه، یعنی کم بضاعت بودن یا دست کوتاه بودن. چقدر عائله ها هستن که مثلا شرایط خوب ندارن اما زندگی خوب دارن. مشکلی اساسی، یعنی باز یک نقطه دیگر این است که عائله باشیم که سرقانون زندگی ما و شما اسلام باشد
و مقصد و هدف زن و شوهر رضایت و خوشنودی پروردگارشان رو به دست آوردن باشد. ببینید رضایت خداوند و زندگی زن و شوهر مانند یک سه‌کنجه هست. رضایت و خوشنودی خداوند در قله است و در دو کنج دیگر زن و شوهر هستند. چقدر که آنها به خداوند نزدیک شوند همانقدر علاقه آنها زیستر و بهتر و مهربانتر می شوند. برای همین سه‌کنجه زندگی رو هرگز فراموش نکنید. در دو کنج زن و شوهر می ایستد و در قله آن چی می ایستد؟ تقوا و خداترسی و رضایت الله یگانه. برای همین سرقانون زندگی ما و شما باید چی باشد؟ سرچشمه حیات ما و شما، استناد ما و شما اسلام باشد. هر مشکلی که به زندگی دچار میشویم زن و شوهر با هم محاوره کنند، با هم صحبت کنند. همسر عزیز بیا همین مشکل رو به اسلام رو بیاریم که اسلام چی میگوید. پیامبر اسلام به ما چی گفتند؟ چنانه که در همون یک نوار گفته بودیم در تاریخ حج گفته بودیم که همسر ابراهیم علیه السلام هاجر به ابراهیم علیه السلام چی گفتن؟ گفتن الله امرک بهذا، آیا پروردگار شما را امر کرد؟ ابراهیم گفتن بله. گفتن خب اگر خداوند همین را خواسته باشد من راضی هستم. خداوند ما را ضایع نمیکند، سرگردان نمیکند. خب این یک نقطه دیگر بود. نقطه دیگر این است که آموختن و زیاد کردن مهارت‌های مناسبتی بین زن و شوهر. ببینید امروز میبینید چقدر ترینینگ ها هست، چقدر برای موفق شدن در زندگی میگویند چقدر چیکار کنیم که بای شویم، چیکار کنیم که میلیونر شویم، چیکار کنیم که تجارت و بیزنسی ما و شما موفق شود و مال زیاد به دست بیاریم. در هر یک کنج میبینید یا در هر یک صفحه اینترنت میبینید که هر یک دانا و نادان برآمده است یک ترینینگ و یک دعوا دارد که من تو را به پول یافتن و بای شدن کمک میکنم. یا میبینید که در دانشگاه ها برای یک چیز متخصص شدن 4 سال و 5 سال انسان عمرش را میگذراند و میخواند. و برای چی؟ برای مکتب زندگی. تصور کنید با یک نفری که تماما نمیشناسد 18 سال بیگانه بود با اون مناسبت کردن، هم برای دخترک هم برای جوان. این کاری مشکل هم نیست، آسان هم نیست. برای این آموختن در کار. اینترنت ها بسیار است، مواد ها هست، باید خوانیم. موافق قرآن، موافق سنت پیامبر صلی الله علیه حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم رو یک بار جستجو کنیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه همسرانشان چگونه مناسبت میکردند یا همسرای پیامبر صلی الله علیه و سلم با پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه مناسبت داشتند. برای همین کوشش کنیم مهارت و دانش و علم خود را در همین جانب زیاد کنیم. خوب آخرام گفتنی در همین موضوع این است که دانید که هر خواهر و هر برادر یا هر نفری که در همین مشکل دوچار شده، هر مشکلی یا هر چیزی که در این دنیا هست موقتی است، امروز هست پگاه نیست. برای همین خواهر عزیز بالای شما این مشکلی آمد، البته دشوار است، گریه میکنم گفته، در بالای جای نماز گریه میکنم گفته، الله همراه شما باشد و دانید که دوستی اساسی، دوستی یگانه و دوستی که هرگز برای شما دشمن نخواهد شد این پروردگار و خالق یکتای شما است. یعنی چی گفتنی هستم؟ یعنی دلبستگی تنها به الله باشد. همیشه دانید که در این دنیا هر نفر میتواند شما را امروز همراه شما هست پگاه نیست. بیایید با یک حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم این گفته هایم را شرح دهم. حدیث کوتاه امام حاکم و اینچنین طبرانی در اوسط روایت کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اتانی جبریل علیه السلام، جبرائیل علیه السلام به نزدم آمدند و گفتند یا محمد عیش ما شئت فانک میت. خوب گوش کنید به این حدیث. جبرائیل علیه السلام به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند ای محمد چقدر خواهی زندگی کن ولی دان که یک روز تو میمیری.
میرنده هستی، میت هستی. پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین بشریت از این دنیا رفتن، ما و شما هم نیز میرویم. و احبب من شئت فانک مفارقه، کی را خواهی دوست دار فانک مفارقه، در آخر جدا میشوی. فراق حتما می آید. اگر فراق با طلاق نآید، البته دعا میکنیم که این پدیده و این مشکلی کم شود و خداوند جامعه ما و شما را پاک گرداند، جامعه گرداند که همیشه مهر و محبت بین زن و شوهر حکم پرور حکمران باشد. اما احبب من شئت فانک مفارقه، کسی را خواهی دوست دار و بدون که حتما یک روز جدا میشوی. فراق بین شما می آید، با مرگ است، با چه است. فراق آینده است. این دنیا دنیای ابدی نیست، موقتی است. واعمل ما شئت فانک مجزی به، کدام کار خواهی بکن، چیزی میخواهی کن، فانک مجزی به، اما بدون که جزایش را میبینی. جزایش را یا در این دنیا یا در آخرت حتما خواهی دید. یک ذره نیکی کنی پاداش نیکی را میبینی، یک ذره بدی کنی پاداش آن را میبینی. بلاگرایی که امروز میکنید کارهای فحش، کارهای بد میکنید، صحنه‌چه هایی که نعوذ بالله به زبان گرفته نمیشود، آن را میکنید، حتما جزای آن را خواهید دید. نفرهایی که امروز جامعه مسلمانی را ویران کرده ایستاده اید، حتما جزای این را، جزای فسادکاری در روی زمین را خواهید دید. چیزی خواهی کن. اینترنت هست، خودت را آزاد حس میکنی، دان که جزایش را حتما خواهی دید. واعلم ان شرف المؤمن قیامه باللیل، دان که شرف مؤمن، عزت مؤمن، ای خواهر شما خودتان را اگر با شرف با آبرو کردن یا شدن خواهید، حدیث پیامبر را گوش کنید. شرف المؤمن قیامه باللیل، شرف مؤمن چه است؟ شبها نماز خواندن است، قیام اللیل است. و عزه استغناؤه عن الناس، عزیز بودن عزت مؤمن در چه است؟ استغناؤه عن الناس، از مردم به حاجت شدن. خوب سخنم شاید کمی طولانی شد، اما این نکته ها مهم بود. باز گفتنی های زیاد هست، اما با همین یک چند نکته ها اختصار میکنیم. دعا میکنیم که الله ما و شما را هم در این دنیا و هم در آخرت سربلند، سعادتمند، خوشبخت هر دو جهان گرداند و خداوند از ما و شما و از والدین و فرزندان و نسل‌های آینده ما و شما راضی و خوشنود گردد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.